سلام. امروز میخوایم بریم سر یه سوال خیلی کلیدی. چی واقعاً فرق بین ذهن ما و هوش مصنوعیه؟ هی میشنویم که هوش مصنوعی دیگه داره مثل ما میشه. درسته؟ اما اگه یکم عمیق‌تر نگاه کنیم میبینیم که تفاوت‌ها از زمین تا آسمونه. امروز قراره دقیقاً همین لایه‌های پنهان رو با هم بکاویم و ببینیم داستان از چه قراره. خیلی خوب. پس نقشه راهمون اینه. اول از سخت افزار شروع می‌کنیم، بعد میریم سراغ انواع هوش، یادگیری، آگاهی و در نهایت میرسیم به آینده و اینکه باید منتظر چی باشیم. خب بزن بریم. بیایید از پایه ترین چیز شروع کنیم. از خود جنس وجودیمون. یعنی ما و این هوش‌های مصنوعی اصلا از چی ساخته شدیم؟ این جدول قشنگ فرقا رو کنار هم گذاشته. ببینید، مغز ما با 86 میلیارد نورون زنده کار میکنه که اتصالاتشون مدام تغییر میکنه. در مقابل هوش مصنوعی میلیاردها پارامتر داره که انگار تو سیمان ثابت شدن. انگار یکی یه موجود زنده است که رشد میکنه، اون یکی یه ماشین حساب فوق‌العاده سریعه. حالا به این قسمت مصرف انرژی نگاه کنید. اینجاست که آدم واقعا شاخ در میاره. مغز ما با این همه کار پیچیده‌ای که انجام میده فقط با حدود 12 وات انرژی کار میکنه، یعنی اندازه یه لامپ یخچالی. یه شاهکار بهینه‌سازی به تمام معنا. حالا اینو مقایسه کنی با هوش مصنوعی. یه مدل بزرگش میتونه تا 1000 وات انرژی ببله، یعنی تقریباً 100 برابر مغز ما. این تفاوت تو بهره‌وری دیگه از زمین تا آسمونه. خب، دلیل این مصرف انرژی وحشتناک چیه؟ جواب تو این دو کلمه است. اسپارس در برابر فشرده. مغز ما خیلی هوشمنده. مثل یه ارکستر عمل میکنه که تو هر لحظه فقط نوازنده‌های لازم رو به کار میگیره. یعنی فقط 1-2% نورون‌ها فعالن. اما هوش مصنوعی چی؟ اون مثل اینه که کل ارکستر با تمام قدرت و همزمان همه نوتا رو بزنن. همه پارامترهاش با هم درگیر محاسبات میشن. خب تا اینجا فهمیدیم که از نظر سخت افزاری ما و هوش مصنوعی دو تا موجود کاملا متفاوتیم. حالا بریم ببینیم این تفاوت تو سخت افزار خودش رو چطور تو نرم افزار، یعنی تو انواع مختلف هوش نشون میده. اینجا بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر یه مقایسه کردیم. ببینید چقدر جالبه. تو هوش زبانی و منطقی ریاضی هوش مصنوعی دیگه قوقا کرده، اصلا بی‌رقیبه. اما به هوش بدنی جنبشی که میرسیم، یعنی توانایی کنترل بدن، امتیازش 0. یا هوش درون فردی یعنی خودآگاهی، اونجا هم اصلا حرفی برای گفتن نداره. و این دقیقاً اصل ماجراست. هوش مصنوعی تو هر چیزی که بشه با عدد و رقم و داده اندازه‌گیری کرد، استاده. اما به دنیای احساسات، همدلی و درک وجودی که میرسیم، اونجا قلمرو ما انسان هاست. این چیزها قابل محاسبه نیستن، باید تجربه بشن. این ما رو میرسونه به یه سوال عمیق‌تر و مهمتر. اصلاً چرا این تفاوت‌ها وجود داره؟ ریشه همه اینا تو یه چیزه، روش یادگیری. یه لحظه به یه بچه فکر کنید. یه بچه کوچیک چطوری یه چیز جدید یاد میگیره؟ شما به یه بچه 3 تا سگ مختلف نشون میدید. یه سگ کوچولو، یه سگ پشمالو، یه سگ بزرگ. اون بچه فوراً مفهوم کلی و انتزاعی سگ رو میگیره. چرا؟ چون اون سگ‌ها رو تو دنیای واقعی با بو، صدا و احساسات تجربه کرده. حالا هوش مصنوعی چی؟ برای اینکه همون کار رو بکنه باید صدها هزار، حتی میلیون‌ها عکس برچسب خورده از سگ‌ها رو بهش نشون بدید. می‌بینید فرق رو؟ یادگیری ما شهودی و مبتنی بر زمینه است. یادگیری اون آماری و مبتنی بر حجم عظیم داده. توی دنیای علم به این میگن یادگیری با یک نمونه یا وان شات لرنینگ که ما توش استادیم و هوش مصنوعی تقریباً 0. و این فقط یه گوشه از ماجراست. ما از شکستامون درس‌های عمیق میگیریم و به حکمت میرسیم. هوش مصنوعی فقط داده‌های منفی رو به محاسباتش اضافه میکنه. ما به راحتی چیزی که یاد گرفتیم رو به یه حوزه دیگه منتقل میکنیم. اما برای هوش مصنوعی این کار خیلی سخته. خب، تا اینجا تفاوت‌های سخت افزاری و روش یادگیری رو دیدیم. حالا آماده اید که بریم سراغ عمیق‌ترین و شاید بشه گفت فلسفی‌ترین سوال ممکن؟ سوال اینه، اگه یه روزی یه هوش مصنوعی به شما بگه من آگاهم، من احساس دارم، آیا واقعاً داره یه تجربه درونی رو بیان میکنه یا فقط یه الگوریتم فوق‌العاده پیچیده است که یاد گرفته این کلمات رو پشت سر هم ردیف کنه؟
جوابی که علم امروز به ما میده خیلی روشنه. فعلا این فقط یه الگوریتمه. یه شبیه سازی بی نهایت دقیقه، اما هنوز روح و تجربه واقعی پشتش نیست. یه نمایشه، نه خود واقعیت. چون مفاهیمی مثل وجدان، احساس گناه یا داشتن اراده آزاد برای انتخاب مسیر زندگی، اینا چیزهایی نیستن که بشه با کدنویسی به وجود آورد. هوش مصنوعی هدفی جز اون چیزی که ما براش تعریف کردیم نداره. اون یه ابزار قدرتمنده، نه یه موجود با اراده مستقل. خب با همه این تفاوت‌های بنیادین، آینده ما و این ساخته‌های هوشمندمون قراره چه شکلی باشه؟ آیا باید نگران رقابت باشیم؟ سناریوهای مختلفی وجود داره. از هوش مصنوعی عمومی یا AGI که مثل انسان فکر کنه تا هوش فرابشری یا ASI که اصلاً نمیتونیم درکش کنیم. اما واقع بینانه ترین و محتمل ترین سناریو در آینده نزدیک رقابت نیست، بلکه یه چیز خیلی جذاب تره. ادغام. یعنی ما و هوش مصنوعی با هم یه تیم بشیم. خیلی خوب. اگه بخوایم کل این بحث رو تو چند تا جمله کلیدی خلاصه کنیم، به چی میرسیم؟ نکته اول و از همه مهمتر اینه: هوش انسانی یعنی بودن، یعنی تجربه کردن، حس کردن، وجود داشتن، اما هوش مصنوعی فقط محاسبه میکنه. نکته دوم، زمین بازی هر کدوم از ما مشخصه. هوش مصنوعی تو زمین سرعت و مقیاس و پردازش حجم عظیم داده برنده میشه. ما کجا برنده میشیم؟ تو زمین معنا، خلاقیت و احساس. و نکته آخر که شاید از همه مهمتر باشه، آینده مسابقه مرگ و زندگی نیست. آینده یه همکاریه، یه مشارکت بین دو نوع هوش کاملا متفاوت که میتونن نقص‌های همدیگر رو بپوشونن و توانایی‌های هم رو چند برابر کنن. این همکاری به نظر میرسه که قرار فصل بعدی داستان ما رو روی این کره خاکی بنویسه.